جوانان همین پس بعد چیزی گفتی اگر اصلا چی نیتی دارم ما با احترام زیاد هنرمندای تحت جوان روی صحنه میخونم. مرحبا. پسرتاهای عزیز، برای چی پسرتاها میگم؟ برای که پدر و مادر منو با سروری استاد عزیزمون آقای نزورما ظریف آقا پدر و مادری همین اسلانشاه خانه‌دار کردن. من طالب جانم آقای نزورما. مادر جان، من طالب جانم. شما مرا کدام دیگه همراه اسلانشاه برای پسرتاها هستین. از جنایت‌های اسلانشاه رحمت الله گفتن هم کم گفتن اینجا. اسلانشاه رحمت الله از سالهای 1969 جنایت آغاز کرده بود، شروع کرده بود. هنگامی که در مکتب رقم 7 شهر کلوب میخوندم و ما در مکتب رقم 5 شهر کلوب محفل‌های دراموی بود و همراه شادروان عرالف یور محمد صحنه رو از میخائیل شولخوف اجرا میکردن، مثل همین پرستوهای امروزه تاجیکستان ما بود. محفل‌های دراموی هم سال 69 70 و ما از مکتب رقم 5 همراه مرحوم جمشید اسماعیلوف یک صحنه خریستاکوف از نیکولای الکسیویچ گوگل مفتش آماده کرده بودیم. همونجا در خاطرم است همین صحنه‌ای که در نخی پیچیده اجرا کرده است اسلانشاه، همین آغاز همین صحنه هنوز سال 60 70 شروع شده بود. همونجا ایام شراب نوشی قدی یور محمد عرالف شراب می نوشیدند و بعد می گفتند که после второго закусываем. اصلا یک صحنه چیز دارن. بعد دویمش گازک میکنیم، بعد سومش گازک میکنیم. هنوز در خاطرم هست همین صحنه رو شروع کردم. بین مکتب‌های میانه و 11 تا مکتب در شهر کلوب. مکتب رقم 7 اینها جای اول از سزاوار گردیدند. یعنی جنایت‌های اسلانشاه هنوز سال 69 70 عصر گذشته پیش از داخل شویش به دانشکده تئاتر و سینما شروع شده بود. برای همین جنایتکار اصیل جنایتکار بزرگ است. جنایتش به‌حد زیاد است، به اندازه است. و امروز چقدری که از ایجاد اسلانشاه گوییم کمی میکند، همراه خبرگیری به عیادت پدر و مادرش هم در خاطر دارم. با من جمعه سراج یک کمکی رسانده بود. ایامی تیار کردن ما صحنه اتلیه مخصوص گردانیده شده رو تیار میکردیم که به خبرگیری اومد. یکی به تئاتر در اومد. خیلی کسلی هنرمند همین است. در کدام شهر رفت اول تئاتر میکرد، بعد خونه پدر و مادر اومد و همو تهیه گردانی همو صحنه بود در خاطرم است و ما اسلانشاه کمک رسانده بود حتی برای خیلی جابجا کردنش. یعنی که اسلانشاه رحمت الله بسیار خدمت‌های شایانی دارد در تئاتر، بچه‌های ما هستن. و حاضر ما میخواهیم بچگی اسلانشاه را یک به خاطر بیاریم. استاد از گناهتان گذشتم این سو گذارید. همیشه فقط این سو میگذاریم و اون سو میگذاریم. عین حال این سو گذارید. یک لحظه. بیا. حالا ایسا دوستو. اکنون من باید ایسا شاخت خلیل شما اینجا بیا میرزا وطن باید طالبمان اینجا بیا میرزا وطن گوش کن باید چورتر کن باید دیدی توقع زدگی تو دارم که توقع کن نفهمم به این که باید چورتر دوست باشه این یکجون بزنی گوش کن من هیچی گفته که من اگه اصلا شاقدی من ماشنی کار کردگی وای ماشنی اختیار وای چورتر پلاستیکش وای چورتر باید وای چشمش وای سانه ما میکردن که اگه وای پلاستیکش وای ماشنی من اگه شرایط سلام من اگه اصلا شاقدی کار کردگی وای بهترین انسان است وای بهترین هنرمند است وای اصلا شو مسکو میخوند وای یک دختره که روز قطعی عاشق شد محبوبه شد وای اگه اصلا شو فقط شاهنامه حافظ بیدل خیام سعدی فقط وای دختره به خلاصه 2 ماه فقط شعر غزل نقل کرد خلاصه همون دخترک 2 ماه بعد همین یک شکر زد اکای اصلان شد در 70 سالگیش فهمید که وای دختر چی مقصد داره
اصلا بونم شما رفتم روستیگم من بدونی چی من اینجا اکای شوکت گپ زدن استاد شیرعلی گپ زدن منم در نوبت تو اکای تلویزیون میدونم من میخواستم که تبریک گویم 100 ساله شوید زنده باشید بازم نقش‌های نو و جالب‌تر رو اجرا کنید حمد جان تمام این سودا جدا دیگرو هستن بردی جان دیگه کی از درشو چند رفتی 70 که بوخه 85 چیه 85 90 رفتن در گمبت ساعت تمام رحمت بردی جان کی سودا انا نوبتا با کی بتیمو سبی هم مفیدون هم کمکان نوبت کی جدا اومدگه فقطی مالی بیسوز کسی چراغ محفل نشود این مرتبه نیست از خود افروزی توست یک سرود دارم با نام نور وقتی که چهره استاد دیدم همون نور یادم زد هم را میخوانم امسون سال نوره سال کوره امسال عشق زیباست مجنون به فکر لیلاست در دل تا تمناست از انتخاب تاجیک امسال مادری ما خوش است در بریم و انسان میبرد از اتحاد تاجیک از اتحاد تاجیک شنگ تلویزیون نخوندی اینجا در نت خانگرم هشت بیا همین استاد tak bawartat باید میدونید باید اون یک خیلی نوبتش نورد سعید قل پیلولو سرودی تاجیکستان هم میخوانم برای که این مرد هم مردی تاجیکستان همه این مرد در تاجیکستان تربیت در تاجیکستان آبونام داد و افتخاری تاجیکستان شد تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیار تو میکنم شکران از آزار و از آزار تو از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خزو خوردن برابر زندگی کردن بس است همین استاد همین اومد تمر اومدگه تمش رشته شد میدونی میرزا وطن جان من استاد میخوام که یک شاهنامه بخونم خوندن شاهنامه میخونی مولانا میخونی خوندن من آن رستمی سالی نام آورم که از چون تو شاهم نگیرد سرم همه رو موسکسار و مازندران چو مصر و چو چین و چو بام آورم همه بنده در پیش رخشی منم چو گرگستهی پیش تخشی منم اگر من نرفتی به مازندران بگردن برآورده چو کوزیگران همه بنده در پیش رخشی منم چو گرگستهی پیش تخشی منم اگر من نرفتی به مازندران اکا این میرم مات کرده کیو این میرم مات کرده فرقاوت که نکرده بطه اکای کل جو سخن تنگی از نام رهبریت تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان وحید از نام اهل هنری تئاتر دولتی جوانان استاد اسلانشاه رحمت الله فر مبارکباد میگم و خلاصه اسلانشاه جون همدم کنیم دعایت که چنین جوان بیمار